کوچیکا اینه گیاهای ماهی رو میفروشه کلا مغازه ماهی فروشیه دیگه آکواریوم کلا یک پندقه موشه دیگه رسیدیم در این مغازه ماهی فروشی اگه براتون نشه هم دمی داره ورودیش حالا بریم سر قبل از اینکه وارد مغازه شوم از زمین صاحب مغازه اجازه گرفتم گفت باشه تا زمانی کسی داخل ویدیو نیست میتونه از ماهی و حیوانات اینجا فیلم بگیره دیگه خب برای من خیلی جالبه دیگه از این مغازه‌های ماهی فروشی و خرگوش اینا بیام یک ولاگی بگیریم سایگمان قیمت اینو چنده؟ جالبه ولی به خدا قورباغه هم دارد اینجا شکلاتی زنده روانی نیست یعنی چه حشره میتونه باشه کسی نمیدونه در این کامنت ها بنویسید کسی نام از این حشره رو فهمید بیبی شکلات اوه این بیبیشه نه؟ پایین زیاده دوم هم داره خرگوشی نام داره؟ جالبه ولی به خدا فکر کردم فقط مغازه ماهی فروشی باشه اما لاک پشت و خرگوش و اینا همه چی داره کلا سرک و حتی مارمولک و یه چیزا هم داره ناموسن عنکبوت سرکو قیمت یعنی عنکبوت 200 یورو یعنی حالا دیگه عنکبوت رو بخری واسه 200 یورو بعدش یه نفر بکشه ایران دهنت سرویس دیگه همه چی غذایش هم داره دیگه کلا شلانگه نه؟ was ist das? رسیدیم دیگه در جای خرگوش اینو همینجاست؟ با دیگه چقدر لوسه پشمالو ناز دانه چند میده خرگوش ها؟ 50 یورو نه؟ یک دیگه هم اینجا همستر هم داره همین همستره که آدم ها رو بدبخت کرده امروز پول میده برشون حالا بریم به قسمت ماهی ها ببینیم چه ماهی ها داره دیگه ماهی عیدی هم داره دیگه حتما نگاه کنید چه جالب Meint solche Fische, solche Nemo-Fische? Ja? جالبه دیگه پشت کست 80 یورو خیلی قشنگه دل کنه دیگه هر نوع ماهی و نمیدونم خرچنگ و اینا داره قیمت های ارزان و گران هم داره دیگه
به دلخواه خود شما دیگه. اگه یک روز از این مغازه آمدید آدرسش هم میمونم، خودتون برین سر کنید. خود آلمان مغازه ماهی فروشی اینا خیلی زیاده، ولی بازم قرار خودم یک بعدن بخرم. اول یک آکواریوم کوچک میخرم برای شروع، بعدن دیگه پر ماهی اینا. یکی رو سل کن. خیلی جالبه میدونی؟ مثلا صبح زود از خواب بلند شوی، هوا هنوز تاریکه، بعدش یه آکواریوم ماهی تو خانه ببری، یک انگیزه، یک شوق چیزی میشه دیگه برای آدمای شوقی. خیلی چیز جالبیه. همش ماهی. چیکار اینه؟ Und dann muss jetzt nur noch halt die Steine, die jedem Stein, also die man da reintut, خیلی جالبه. habe ich schon reingetan. Und jetzt wird mir dann nur noch das از این ماهی‌ها شب عیدی آدم در افغانستان اینا می‌خرید، دانه 20 روپیه افغانی، 10 روپیه افغانی. در ایران هم می‌فروشید، دانه 1000 تومان اینا بود. خیلی قشنگه میدونی؟ حالا اینا غذاهای ماهی هن، از قیمت 13 یورو 11 یورو اینا شروع میشه. خیلی جالبه. اینجا هم گیاهای ماهی رو میفروشه، کلا 12 یورو. فکر کنم نوشته 3 Stück نخوال، 3 تا دل بخار خودتون انتخاب میکنید، هر کدومشون خوشتون آمد. بعدش تا 12 یورو فقط پولشون میدید. خیلی قشنگ و جالبه. قشنگه. خوراک ماهیگیرا و ایناست دیگه. مثلا شاید وسایل ماهیگیری هم بیفروشه دیگه. کلا مغازه ماهی فروشیه دیگه. کنار ماهی اینا حیوانات مثلا مثل مار و خرگوش و اینا میفروشه. جالبه، کلا جالبه. آدمایی که شوقی هستن دیگه از این مغازه بیاین با قیمت خیلی کم. مثلا از این ماهی‌های کوچیک 5 یورو اینا واسه شروع خیلی خوبه. شروع کار قیمت‌های خوب داره دیگه. مثلا زیاد گرون هم نیست راستش بگم. اون ماهی که کیفیتش خوبتر و بزرگتر هم هست اونا شاید یکم گران بده، ولی ارزشش داره راستش بگم. یعنی من خودم اگه بعدن یک آکواریوم معمولی بخرم که مثلا زیاد گنده نباشه برای شروع، یک آکواریوم خوب بخرم، حتما از این ماهی‌های کوچیک اینا میخرم حتما. مثلا ددان 5 یورو 10 یورو اینا واسه شروع خیلی خوبه. بعضی خوبی‌ها رو داره دیگه، باید ازش هم خوب مراقبت کنی، بو میگیره، آبش عوض کنی دیگه، همه چی. ولی ماهی‌های دیگه سر چقدر کلان قشنگ خیلی قشنگه. ولی آکواریومش سلک خیلی گنده است. فکر کنم صدای از فروشنده آلمانی هم میاد دیگه. اگه صداش اذیتتون میکنه دیگه ببخشید، کاری نمیشه که صدا هست دیگه، میپیچه. ولی سلک چقدر زیاده کلا، از این طرف کلا آکواریوم کلا. بیاین از همینجا من کل ماهی‌ها رو براتون نشان میدم. این اولی ماهی‌های کوچیک، دومی هم ماهی‌های کوچیک. کلا نامایشان نمیگم، نامایشان خیلی سخت است تلفظش. اینا تلفظش سخت خونه است، ولی که حوصله داره برای شما بیننده‌های این نامای از این ماهی‌ها رو بگن. نامای عجیب غریبی داره، مثلا الماس سفید و دیاماند و سبغشتreifen ماهی خطوط و سیاه و سفید اینا هم داره دیگه کلا. ولی در این ویدیو خیلی قشنگ معلوم میشه، حتی به غیر از ویدیو هم خیلی جالب معلوم میشه کلا دیگه. انشالله که دوربین بهتری خریدم، یک روز از این مغازه ماهی فروشی میایم و ماهی میخریم با هم دیگه. کدومش میخوای بخری؟ اینا میخوای بخری؟ جالبه. نه خوبه. تو من از این پرسان کردم چیزی آکواریوم جور کردم. چی گفت؟ گفت اول باید این زند اینا باز بعد از 2 هفته میتونی بری کل فشار اینا. ولی همین نگهداری آکواریوم اینا زیاد سخت نیست مثلا؟ نه زیاد نه.
خیلی قشنگه. یه خودتان سر کنید. جالبه. این ماهی خور. اینا ماهی میخورن نه؟ گوشت آدم هم میخورن، مثلا گوشت خورن دیگه. گوشت. قیافه رو ناموسن سر کن. یعنی فرض کن یک روز از خواب بلند میشه میخوای ماهی رو غذا بدی، دست لیز میخوره توی از یه آکواریوم میره، شاید یک چند تا تیکه از گوشت دست بکنه بخوره دیگه. دیگه سختی هایش هم داره دیگه، باید مواظب باشی، خطرناکه. نکن قیمت هایش از 8 یورو شروع شده تا 35 یورو، 50 یورو، 80 یورو. اینجا هم خالیه. این هم جالبه، خجالت میکشه و دوربین خود نشان نمیده دیگه. کارتون باب اسفنجی رو دیدید؟ اسپانج باب یا همون پاتریک داخل کارتون باب اسفنجی. اینا چی هن؟ اینا خرچنگن، میگو هن، چی هن؟ همین الان اگه داری ویدیو مرد سر میکنه کامنت بده چه نوع حیوان دریایی است. کامنتش بده و اسم صحیحش بگو. ولی بچه که بودم کارتون از این ماهی رو سر کرده بودیم، نمیدونم اسم کارتونش بود، ولی در اندازه کارتون یک ماهی بود، خود همینطوری بود، شکلش همین، یعنی شکل از ماهی که کارتونش سر کرده این همین رقم بود کلا. یه دوستم گفت اینا ماهی نیمو هستن. یک دور کامل میزنم دیگه، حرف نمیزنم تا سر کنه دیگه ها. به این مردم گفت که اگه ماهی زرد میخواد بخره قیمتش 10 یوروه. راست نه؟ گرفتش. جالبه نمیترسن از ماهی. من ماهی در دست میرون یک جوری چندشم میشه، نمیدونم چرا. بالاخره دوستم انتخاب دلخواه خودش کرد، یک از این ماهی‌های زرد خرید. جالب، قشنگ، خدا وکیلی قشنگ. خوب ماهی خریده نه؟ امیر انتخاب کردی؟ آره. آفرین. بله دیگه، همون رقم که دیدید ماهی‌ها رو نشان دادم. این اندیوال ما هم دیگه یک از این ماهی‌های زرد خرید. 2 تا خرید، فکر کنم 20 یورو شد، هر دو تاش 10 یورو، ولی انتخاب خوبی کرد، رنگ روشن و خوب داره و ماهی زنده ای هستن دیگه، توی آکواریوم بندازی خوب شنا میکنن و یک جا نمیمونن دیگه. این بود از ویدیو سوم ما. تا ولاگ بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا فعلا دیگه.